سلام داملای شیرین سخن درباره حجاب زنها کمتر سخن میکردید. حجاب عزیزان من فرض است. این امر خدا است. کسی که حجاب این کار میکند کافر میشود. کسی که حجاب اگر این دروغ است، این مالی فلانچی است فلانچی است، حجاب خداوند در دو سوره، سوره حجرات نه الله سوره نور در ان شاء الله خدا خدمتتون مراجعت کن. الله سبحانه و تعالی وعده فرمان کرده که استعذ بالله کل ازواجک و بناتک المؤمنین لا یبدین زینتهن. خدا میگه ای محمد بگو اول زن تگو، بعد دخترات گو، بعد تمام دخترای مسلمان گو، وقتی که کوچه میبرن در تاری سرچو چی رومال پرتاید. روش عورت نیست عزیزان من، کفی دست عورت نیست، کفی پا عورت نیست، رومال بند نخواهد انشاءالله. یکی موی سر شو، گردن ها شو، بندای دست شو، بندای پا شو عورت است. دیدنی مرد بیگانه حرام است عزیزان من. من به عکس مثال که میارم، من خانه ما شما در مهمان بیا اگر خدمت کنیم برادرم، هم مهمان هم بودم زن پیشوی ندراید و جورت از خومه و جورت هم بیگانه است و برای تو همین خدا خودم خدمت کن. حضرت عمر وقتی که مهمان اومده راست بستاده، گفتن که حضرت شما نمیشینی و میفته فرشته راست داده ماشینم ای بای خودت بیارم نون انداز، خودت بیار دستاخوان انداز، چون که زنی بیچاره تمام وجودش میته او جورت درو گیجاشن دیگه میکنه، گردناش دیگه میکنه بدبختم. زمین دیگه نمیسته با زنش میگه خشکو بودی بدن دیدش نکی کار خدا خواهد خودت بیار دست خونه که مونش خدا خواهد وقت حمایش کنی. مگر راست حجاب فرض است عزیزان من. کوچه میبرم حجابکش که بمالال بوره کوچه برمدن زن گناه نیست. کی گفت گناه های؟ حتی زنی که در مسائل فقهی امام اعظم رحمت الله میگه کدام زنی که میگه اگر شوهرش میمرد یگان جا ابیس پیش میکرگی نیستن وای بازار بودش درسته به حجاب اسلامی. حجاب که مرحمت میتونه بازار ما سودا کنه، میتونه اخلاق یگان کارخونه که موافق خودش کار باشه گناه نیست، حتی اگر نفقت نتونست باشه. برای حجاب فرض است. حجاب البته کنین ان شاء الله. کسی که اینا مذاق میکنه کافر میشه، زن طلاق میشه. نه برو این تو بازی نیست. اگر زن تگویی که حجاب که با من در کنه نکاح بریده میشه، از دیگه نکاح میکنی بازی نیست. این فرمان خداه، فرمان میشه بود فرمان جناب عالی دیگه کنی میتونی. من نشه نکفته سایت سن نمیکنی کو کنار نکفته نمیکنی کو عروج خونه نمیدونی که تاثیر قوا این خدا نه 15 سال پیش گفتاد که عرق نخ زنا نک دزدی نک قمار نک نشه نک. این نشه حرام است، سیگارت حرام است. و اکثری جوانان با سیگارت کشیده از دخان و حرامون این حرام است. اون ولی نخلاقت شش خور ذات نخلاقت یک پاشکش 15000 ساکو سه پاشکش نه کیلو گوش میده یا نمی 10 کیلو گوش خونت نخواهد پرتاز زنت کتی مزدک پیشنا موسفه موجی بودن ندانن داری شورای دا صندوقاندش یک تا کلیش کتی وقت برف آزی نیست برف آنه مخم میبورید به یک پای کلیش میگشن چوا هر سر دنبا میخوردن هر سر یک تا خونش خیلی خونه کنم در کنم بچه چخرم خیز چخرم از کدوم خونه ده 15 تا خیز چه ما خیز پرستیم الله پرست تو باید ما گجوانت دستیم و کیناگه نکن تو مسلمانی خدا خواهد مسلمان چه این دار زندگی کن مسلمان چه رفتار بعد نون نیست سر کنن. این روسا بینن خلقتشه بینن روسا بینن یک تا کتکا میخرد 10 سال نپوشد با خودت کرده می 10 سال گه میپوشید نگه اگه مسلمان دیده کپاش براده فروخته فقط گورلم تنر خیلی تنر علاو تدرگیرون مولی و بیت کمردگی اما آدم میشه میلیون یک دختر در 100 میلیون خرده شده آدم میشه بعد پیامبر اسلام ده ابوبکر دخترش پدرکه گیه پدرکه کنه خودت بپوش گو کی برای خاله جان گو چی نکو در کار نیست فقط باید کو خدا خدم تته من خودم مرده که موجی کن در سال توقع من خودم کلم میگیرم انه من موجی میگم بو بعضشون بو هم میکنه که یکی چیز بزیوتا میکنه کمبغل بچه میکنه که کمبغل چیز بکنه باید بکنه با ساعت تنت بکنه. حجاب فرض عزیزانی من خواهرای عزیز حجاب کنید.